سلام بچه ها، صبحتون بخیر. اومدم محل کارم فیلم بگیرم. سر صبح اومدم کارامو مرتب کردم، جارو زدم، تیز زدم. خودم تنهام توی اینجا فعلا. با کارام دارم حال میکنم. با مجموعه من بیشتر لباس زیره، نگاه کنین. من تو کار سوتین و ست و اینجور چیزا هستم، مردونه زنونه. بازار یه مقداری افت کرده و متاسفانه ما شرایط خیلی سختی داریم. امیدوارم که یعنی نه منو، همه الان اینطورین، ولی در این حال باید کار کرد، نباید ناامید شد. خداوندی که تمام دنیا رو میچرخونه ارزشو داره که منو حسین رو بچرخونه، توی مسعود رو بچرخونه، توی رضا رو بچرخونه. من کارمو درست انجام بدم، بقیه‌اش رو توکل میکنم به خداوند متعال. برای همتون آرزوی بهترینا رو دارم بچه‌ها. روز بسیار خوبی رو داشته باشین. دوستتون دارم.